هموطنان عزیز، محترم نمایندگان مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، در این لحظه هایی که ما و شما به افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال و آزادی وطن عزیزمان تاجیکستان جمع آمدیم. کل ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان و همه شما حاضرین گرامی را به مناسبت این صحنه تاریخی و تقدیرساز صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک ساکن ولایت صلح و آرامی، تندرستی و خوشبختی و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. در دوام چند روزی که ما با سفر کاری در شهر نایای ولایت قرار داریم، خوب مشاهده کردیم که مردم زحمتکش ولایت مختار کوهستان بدخشان در قطار دیگر ساکنان مملکت برای سزاوار پیش از گرفتن این جشن واقعا تاریخی بسیار کارهای آبادانی و سازندگی را انجام دادند و در نتیجه چنین اقدامات وطندوستانه شهر نایای ولایت باز هم آباد و زیبا و شرایط زندگی مردم خیلی بهتر گردیده است.